کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئلو با ترجمه خانم دلارا قهرمان. حدود 1 ماه بود که مرد جوان نزد تاجر بلور کار میکرد، ولی کارش او را واقعا ارضا نمیکرد. صاحب مغازه تمام روز را پشت پیشخوان می ایستاد و دائم غرغر میکرد و به او سفارش میکرد که مواظب باشد تا چیزی را نشکند. اگر در آنجا مانده بود به این دلیل بود که هرچند تاجر پیرمردی غرغرو بود ولی آدم منصفی بود، چون روی هر تکه بلوری که می‌فروخت حق العمل خوبی به پسرک میداد، به طوری که او توانسته بود کمی پول پس انداز کند. آن روز صبح حساب کرده بود اگر 1 سال تمام در همان شرایط کار کند میتواند چند تا گوسفند بخرد. به اربابش گفت میتوانم بیرون مغازه برای به نمایش گذاشتن کریستال ها ویترین روبازی بسازم تا همه بتوانند حتی از پایین کوچه آن را ببینند. من هیچ وقت چنین کاری نکردم. به علاوه ممکن است که رهگذرها به آن تنه بزنند و بلورها را بشکنند. وقتی من با میشهایم از روستاها گذر می کردم یا از دشتها می گذشتم، همیشه ممکن بود که ماری آنها را بزند، ولی این ریسک بخشی از زندگی گوسفندها و شبانان است. صاحب مغازه رفت تا به مشتری که 3 تا گلدان کریستال می‌خواست برسد. اکنون بیش از همیشه فروش می‌کرد. گویی زمان به عقب برگشته بود و زمانی که آن کوچه یکی از تفرجگاه‌های طنجه بود. وقتی که مشتری رفت او به شاگردش گفت عبور و مرور هر روز بیشتر می‌شود. پولی که ما در می‌آوریم به من امکان می‌دهد که بهتر زندگی کنم و به تو اجازه خواهد داد که به زودی به گوسفندانت برسی. چرا از زندگی بیشتر تمنا کنیم؟ چون ما باید نشانه ها را دنبال کنیم. مرد جوان بدون اندیشیدن سخن گفته بود و بلافاصله پشیمان شد، چون تاجر هرگز فرصت ملاقات با یک پادشاه را نیافته بود. شاه سالم به او گفته بود این همان چیزی است که آن را اصل مساعد می‌نامیم، شانس آدم تازه کار، چون زندگی می‌خواهد که تو افسانه شخصیت را متحقق کنی. و معذالک تاجر خوب فهمیده بود که منظور او چیست. حضور این جوان در مغازه او یک نشانه بود و با گذشت روزها با پولی که به دست آورده بود از استخدام این اسپانیایی جوان پشیمان نشده بود. حتی اگر بیش از آنچه که رسم بود به او میداد، چون از اول فکر کرده بود که فروش از این بالاتر نخواهد رفت و مرد جوان به زودی به سراغ گوسفندانش خواهد رفت. این بود که کمیسیون قابل توجهی برای او در نظر گرفته بود. برای اینکه موضوع رو عوض کند پرسید چرا می‌خواستی به دیدن اهرام ثلاثه مصر بروی؟ چون راجع به آنها خیلی چیزها شنیده بودم. مرد جوان چیزی درباره گنجینه نگفت و درباره رویاهایش. همه اینها خاطراتی همواره رنجاور بود که می‌کوشید به آنها نیندیشد. اربابش گفت من در اینجا هیچ کس را نمی‌شناسم که تنها برای دیدن اهرام حاضر باشد از صحرا عبور کند. نهایتاً تله سنگی بیش نیستند. تو می‌توانی در باغچه‌ات یک هرم بسازی. مرد جوان در حالی که میرفت تا یک مشتری را که تازه وارد مغازه شده بود تحویل بگیرد از او پرسید شما هرگز خواب سفر ندیده اید؟ پس فردای آن روز صاحب مغازه با کارمند جوانش درباره ویترین روباز صحبت کرد و به او گفت من تغییرات را زیاد دوست ندارم. نه تو و نه من هیچ کدام مثل حسن نیستیم. او تاجر ثروتمندی است و اگر با خرید یک جنس مرتکب اشتباهی شود صدمه زیادی نمیخورد. اما ما باید سنگینی اشتباهاتمان را تحمل کنیم. مرد جوان فکر کرد که حق با اوست. صاحب مغازه پرسید چرا میخواهی این ویترین را درست کنی؟ چون میخواهم هرچه زودتر به سراغ میشهایم بروم. وقتی که شانس با ماست باید از آن استفاده کنیم و او را کمک کنیم همانطور که او به ما کمک میکند. این همان چیزی است که اصل مساعد نام دارد و یا شانس مبتدی. پیرمرد مدتی سکوت کرد و بعد گفت پیامبر قرآن را برای ما آورده است و فقط 5 فریضه در طول زندگی به ما تکلیف کرده است.
نخستین آنها این است ایمان به این که تنها یک خدا وجود دارد و او خدای واحد است. سایر تکالیف اینها هستند: نمازهای 5گانه، روزه در ماه رمضان و صدقه به مستمندان. بعد ساکت شد. وقتی که از پیامبر حرف میزد چشمانش از اشک پر شده بود. مرد مؤمن و پرشوری بود و هرچند اکثرا ناشکیبا بود اما میکوشید که بر طبق آیین اسلام رفتار کند. مرد جوان پرسید: 5مین فریضه اسلام کدام است؟ 2 روز پیش تو از من پرسیدی که آیا هرگز در رویای سفر نبودم؟ 5مین تکلیف هر مسلمان رفتن به یک سفر است. ما باید حداقل 1 بار در طول زندگی خیش به شهر مقدس مکه برویم. مکه حتی از احرام هم خیلی دورتر است. وقتی جوان بودم ترجیح دادم که سرمایه اندکم را در این تجارت و برای باز کردن این مغازه صرف کنم. امیدوار بودم که یک روز آنقدر ثروتمند بشوم که به مکه بروم. در واقع به اندازه کافی درآمد داشتم اما نمیتوانستم بلورها را به کسی بسپارم چون ظریف و شکننده هستند. در این مدت افراد زیادی سر راه سفرشان به مکه به مغازه من آمدند. در بین آنها زائرین ثروتمندی بودند که کاروانی از خدم و حشم به همراه داشتند، ولی اکثرشان از من خیلی فقیرتر بودند. همه می رفتند و سعادتمند باز می گشتند و به در خانه های خود نمادهایی از زیارتشان را می آویختند. یکی از حاجیان که پینه دوز بود و زندگیش از تعمیر کفش‌های این و آن تامین می‌شد، به من گفت که 1 سال آزگار در صحرا پیاده رفته بود، اما خستگیش بیش از وقتی نبود که در کوچه‌های طنجه برای خرید چرم به این طرف و آن طرف می‌رفت. مرد جوان پرسید: چرا حالا به زیارت نمی‌روید؟ چون من فقط به خاطر مکه زنده هستم. این تنها چیزی است که به من نیرو می‌دهد تا این روزهایی را که همه به هم شبیه هستند تحمل کنم. این گلدانها و ناهار و شام در آن رستوران رقت‌آور را. میترسم که رویایم را متحقق کنم و بعد دیگر هیچ دلیلی برای ادامه حیات نداشته باشم. تو در رویای گوسفند و اهرام هستی. تو مثل من نیستی چون میخواهی رویاهایت را متحقق کنی. من فقط میخواهم در رویای کعبه باشم. تا به حال 1000 بار عبور از صحرا، رسیدن و دیدن حجرالاسود و 7 دور طوافی را که قبل از دست زدن به آن باید انجام داد در خیالم تکرار کردم. مجسم کردم که چه کسی در کنار من خواهد بود و چه کسی در مقابل من. سخنانی را که با هم رد و بدل می کنیم و دعاهایی را که با هم می خوانیم همه را در رویاهایم دیدم و حالا می ترسم که واقعیت مثل تصورات من نباشد. این است که هنوز رویاهایم را ترجیح می دهم. در آن روز صاحب مغازه اجازه ساختن ویترین روباز را به پسر جوان داد. همه نمی توانند رویاهایشان را به یک شکل ببینند. 2 ماه دیگر هم گذشت. ویترین جدید که در پیاده رو برپا شده بود مشتریهای زیادی را جلب کرد. مرد جوان حساب کرد که با 6 ماه کار دیگر می توانست به اسپانیا برگردد و 60 گوسفند بخرد و در عرض 1 سال گله‌اش را 2 برابر کند و با اعراب هم داد و ستد کند، چون حالا موفق شده بود که این زبان عجیب را فرا گیرد. پس از آن سپیده‌دم در میدان بازار او دیگر از اوریم و تمیم استفاده نکرده بود، چون مصر برای او تبدیل به رویای دوردست شده بود، چنان دوردست که مکه برای تاجر بلور فروش. معذالک حالا او از کارش راضی بود و دائما به روزی می‌اندیشید که پیروزمندانه در بندر تاریفا پیاده شود. پادشاه پیر به او گفته بود به خاطر داشته باش که همیشه باید بدانی که چه می‌خواهی. مرد جوان می‌دانست که چه می‌خواهد و برای همین هم کار می‌کرد. شاید گنجینه او این بود که به این سرزمین بیگانه بیاید، با یک دزد برخورد کند و بدون خرج کردن 1 شاهی تعداد گوسفندانش را 2 برابر کند. او از خودش راضی بود. چیزهای مهمی یاد گرفته بود، مثل خرید و فروش بلور، زبان بدون کلام و نشانه ها. یک روز بعد از ظهر مردی را در انتهای سربالایی دید که شکوه می‌کرد از این که پس از طی این سربالایی خسته کننده جایی پیدا نمی‌شود که آدم گلویی تازه کند. مرد جوان که حالا زبان نشانه ها را می‌شناخت نزد اربابش رفت و به او گفت ما باید به کسانی که اینجا میآیند چای بدهیم، ولی جاهای زیادی این اطراف هست که می‌شود در آنها چای خورد.
ما باید چای را در لیوانهای بلور به آنها بدهیم. از این راه مردم از چای لذت بیشتری خواهند برد و برای صرف چای لیوان بلور خواهند خرید. چون آنچه بیش از همه انسانها را مجذوب می کند زیبایی است. آن مرد مدتی به شاگرد مغازش نگاه کرد بی آنکه چیزی بگوید. اما آن شب پس از نماز و پس از تعطیل کردن مغازه کنار پیاده رو نشست و او را به کشیدن قلیان دعوت کرد. این چپق عجیبی که عرب‌ها می‌کشند. پیرمرد تاجر از جوان پرسید: تو دنبال چه می‌گردی؟ من که به شما گفتم من احتیاج دارم که دوباره تعدادی میش بخرم و برای این کار نیاز به پول دارم. پیرمرد زغال‌های تازه‌ای سر قلیان گذاشت و پک طولانی زد و گفت: من 30 سال است که اینجا مغازه دارم. کریستال را میشناسم و جنس خوب و بد را میشناسم و همه ریزکاری‌های این تجارت را بلدم. من به مغازم به ابعاد آن و مشتری‌هایم عادت کردم. اگر تو بخواهی چای در استکان‌های بلورین بدهی، کار ما ابعاد و اهمیت دیگری پیدا خواهد کرد و من ناچار خواهم شد طریقه زندگیم را عوض کنم. آیا این چیز خوبی نیست؟ من به زندگی خودم عادت کردم. پیش از آمدن تو فکر می کردم که همه وقتم را در این مکان هدر کردم. در حالی که دوستانم برعکس تغییر جا دادند. برخی از آنها کارشان رو به زوال رفته و برخی دیگر پیشرفت خوبی کردند. این موضوع مرا عمیقاً متأثر می کرد. حالا می دانم که واقعاً اینطور نبوده است و در واقع مغازه من همان ابعادی را دارد که من همیشه آرزو می کردم. من نمی خواهم تغییر کنم و چیزی را تغییر دهم چون نمیدانم چگونه باید این کار را کرد. من کاملا به خودم عادت کردم. مرد جوان نمیدانست چه بگوید. پیرمرد به سخنانش ادامه داد. قدم تو برای من مبارک بود و حالا یک چیز را خوب میدانم و آن اینکه هر برکتی که پذیرفته نشود به نفرین و لعنت تبدیل می شود. من از زندگی چیزی نمیخواهم ولی تو باعث میشوی که ثروت‌ها و آفاقی را مجسم کنم که حتی تصورش را هم نمیتوانستم بکنم. ولی حالا که این امکانات را شناختم خیلی پیش از سابق احساس ناخوشایندی میکنم چون میدانم که من همه چیز میتوانم داشته باشم ولی خودم نمیخواهم. مرد جوان به خود گفت: خوب شد به فروشنده ذرت بوداده چیزی نگفتم. آنها مدتها در حالی که خورشید غروب میکرد به کشیدن قلیان ادامه دادند. به زبان عربی حرف میزدند و مرد جوان خوشحال بود از اینکه به عربی حرف میزند. زمانی گمان کرده بود که میشهایش میتوانند همه چیز را درباره دنیا به او بیاموزند، اما میشها نمیتوانستند به او زبان عربی بیاموزند. باید چیزهای دیگری هم در دنیا باشد که میشها نمیتوانند بیاموزند. در حالی که تاجر را نگاه میکرد با خودش حرف میزد. چون میشها جز آب و علف در جستجوی چیزی نیستند. در واقع این آنها نیستند که میآموزند. این من هستم که فرا میگیرم. پس از مدتی بالاخره تاجر پیر گفت: مکتوب. معنی این کلمه چیست؟ باید عرب به دنیا آمده باشی تا معنای آن را بفهمی. اما ترجمه لغوی آن این است: آنچه که نوشته شده. بعد در حالی که زغال‌های سر قلیان را خاموش می‌کرد به مرد جوان گفت که می‌تواند شروع به پذیرایی چای در استکان‌های بلورین کند. گاهی نمی‌توان جلوی جریان رودخانه زندگی را گرفت. مردم از کوچه بالا می‌آمدند و وقتی به انتهای آن می‌رسیدند خسته بودند. آنگاه در آنجا در انتهای این کوچه تنگ شیبدار به دکانی می‌رسیدند که کریستال‌های تراشدار زیبایی داشت و در آن از مشتریانش با چای نعنا مفرح پذیرایی می‌کرد. مردی به پهلو دستیش می‌گفت: چنین چیزی هرگز به فکر زن من نرسیده بود. آن وقت چند استکان کریستال خرید تا از مهمانانی که همان شب به خانه‌اش می‌آمدند شاهانه پذیرایی کند. آنها بیشک تحت تأثیر زیبایی و جلای این بلورهای تراشیده قرار می‌گرفتند. مشتری دیگری تاکید می‌کرد که چای در استکان بلور همیشه کیفیت بهتری دارد چون عطر آن حفظ می‌شود و سومی می‌گفت که این در شرق یک سنت است که چای را در ظروف بلورین بنوشند چون این ظروف از قدرتی جادویی برخوردارند.
به زودی صاحب مغازه ناچار شد 2 شاگرد دیگر هم استخدام کند و علاوه بر کریستال مقدار زیادی هم چای وارد کند تا مردان و زنانی که تشنه چیزهای نو بودند آن را بنوشند. 6 ماه دیگر هم گذشت. مرد جوان پیش از طلوع آفتاب از خواب برخاست. 11 ماه و 9 روز از روزی که برای نخستین بار به قاره آفریقا پا نهاده بود می‌گذشت. لباس عربی پوشید. این لباس کتانی سفید را برای چنین روزی خریده بود. دستاری به سر بست و آن را با حلقه‌ای از چرم شتر محکم کرد. صندل‌های نو به پا کرد و بدون صدا پایین آمد. شهر هنوز در خواب بود. 1 لقمه نان و کنجد درست کرد و 1 چای داغ در لیوان بلورین خورد. آن وقت بیرون مغازه نشست و به تنهایی مشغول قلیان کشیدن شد. در سکوت قلیان کشیدن بی هیچ اندیشه‌ای صدایی نمی‌شنید جز همهمه بادی که می‌وزید و عطر صحرا را با خود می‌آورد. وقتی تمام شد دست در جیب کرد و چند لحظه به تماشای آنچه از جیبش درآورده بود پرداخت. پول قابل توجهی در دستش بود. با آن می‌توانست 120 گوسفند، بلیت بازگشت و پروانه صادرات و واردات بین کشور خودش و آنجا را به دست آورد. صبورانه انتظار کشید تا پیرمرد بیدار شود و بیاید و مغازه را باز کند. بعد هر دو برای نوشیدن چای رفتند. مرد جوان گفت: من امروز خواهم رفت. پول کافی برای خرید گوسفندان دارم و شما هم به اندازه کافی پول دارید تا به مکه بروید. پیرمرد چیزی نگفت. من از شما برکت می‌خواهم و دعای خیر. شما به من کمک کردید. پیرمرد در سکوت به آماده کردن چای پرداخت. پس از مدت زمانی عاقبت به سوی او بازگشت و گفت: تو مایه افتخار من هستی. تو به مغازه بلور فروشی من روح تازه‌ای دمیدی. اما من به مکه نخواهم رفت. تو خودت خوب می‌دانی. همانطور که می‌دانی که دوباره گوسفند نخواهی خرید. چه کسی این را به شما گفته است؟ پیرمرد مغازه‌دار خیلی ساده پاسخ داد: مکتوب. و دعای خیر بدرقه راهش کرد. مرد جوان به اتاقش رفت تا آنچه را که به او تعلق داشت جمع‌آوری کند. اسباب و وسایلش از 3 کیف پر تشکیل می‌شد. وقتی می‌خواست اتاق را ترک کند متوجه شد که در گوشه خورجین کهنه شبانی‌اش را فراموش کرده است. در وضع خیلی بدی بود و چیزی نمانده بود که حتی وجودش را هم از یاد ببرد. داخل آن هنوز هم کتاب و پالتویش قرار داشتند. وقتی پالتو را بیرون کشید تا آن را به اولین پسری که در کوچه ببیند بدهد، 2 سنگ به زمین غلتیدند. اوریم و تومیم. به یاد پادشاه افتاد و تعجب کرد از اینکه مدتها بود که دیگر به این ملاقات حتی فکر هم نکرده بود. به مدت 1 سال خستگی ناپذیر کار کرده بود. تنها برای اینکه سرافکنده به اسپانیا باز نگردد. شاه پیر به او گفته بود: هرگز از رویاهایت چشم پوشی نکن. منتظر نشانه ها باش. اوریم و تومیم را از زمین برداشت و دوباره این احساس شگفت‌انگیز به او دست داد که پادشاه در نزدیکی اوست. او 1 سال تمام به سختی کار کرده بود و حالا نشانه ها حاکی از این بودند که وقت حرکت فرا رسیده است. با خود اندیشید که درست در همان موقعیت قبل از سفر قرار دارد. هرچند که میشها به او زبان عربی نیاموخته بودند. مع چیز خیلی خیلی مهمتری به او آموخته بودند و آن وجود زبانی بود در دنیا که همه آن را میفهمیدند و او زمانی که در مغازه کار میکرد برای پیشرفت کارش از آن استفاده کرده بود. و آن زبان شوق بود، زبان عشق، کارهایی که انسان میکند تا به هدفی که آرزو دارد یا به آن ایمان دارد برسد. طنجه برای او دیگر 1 شهر بیگانه نبود و احساس می‌کرد که همانطور که توانسته آنجا را فتح کند، خواهد توانست دنیا را فتح کند. شاه پیر به او گفته بود: وقتی تو واقعاً چیزی را بخواهی،
همه جهان همدست می شود تا تو آرزویت را متحقق کنی. اما شاه پیر از دزدها و از صحراهای وسیع حرفی نزده بود و از کسانی که رویای خیش را می شناسند ولی نمی خواهند آن را متحقق کنند. شاه پیر نگفته بود که اهرام جز توده سنگ چیزی نبودند و اینکه هر کسی می توانست در باغچه خانه‌اش یک هرم بسازد. او فراموش کرده بود بگوید که وقتی آدم پول کافی برای خرید گله‌ای بزرگتر از آن که قبلا داشته دارد موظف است آن را بخرد. او خورجین را هم برداشت، با سایر کیفها به دست گرفت و از پله‌ها پایین رفت. پیرمرد صاحب مغازه مشغول پذیرایی از یک زوج خارجی بود، در حالی که سایر مشتریها داشتند چای در استکان‌های بلورین می‌نوشیدند. برای صبح به این زودی آغاز نوید بخشی بود. از جایی که ایستاده بود موهای تاجر پیر درست شبیه موهای پادشاه بود. لبخند شیرینی فروش را به خاطر آورد. در اولین صبحی که در طنجه از خواب برخاسته بود، وقتی که نمی‌دانست کجا برود و نه چیزی برای خوردن داشت، لبخند او هم وی را به یاد پادشاه پیر انداخته بود. با خود اندیشید گویی از اینجا رد شده و نقشی اثری از خود به جای گذاشته است. مسلماً به همه انسان‌ها این فرصت داده شده که در طی زندگی با او برخورد کنند. آنچه گفته بود حقیقت داشت که همواره در کنار کسی است که افسانه شخصی خود را زندگی می‌کند. بدون خداحافظی مجدد به راه افتاد. دلش نمی‌خواست گریه کند و کسی اشک او را ببیند. بدون شک دلش برای آن روزها و همه چیزهای خوبی که فرا گرفته بود تنگ می‌شد. اعتماد به نفسش رو به افزایش بود و میل به تسخیر دنیا وجودش را می‌انباشت. قصد داشت به سوی دشت‌های آشنا بازگردد و گوسفند بچراند، ولی دیگر از تصمیم خود راضی به نظر نمی رسید. او 1 سال تمام کار کرده بود تا یک رویا را متحقق کند و این رویا لحظه به لحظه اهمیتش را بیشتر از دست می داد. شاید به خاطر اینکه واقعاً رویای او این نبود. شاید هم بالاخره حق با تاجر بلور بود. هرگز به مکه نرفتن و با این آرزو زندگی کردن. اما او اوریم و تومیم را در دست داشت و این سنگ‌ها اراده پادشاه را به او منتقل می‌کردند. تصادفاً به همان قهوه‌خانه‌ای رسید که سال گذشته در اولین روز ورودش به آن رفته بود. آیا این یک نشانه نبود؟ دزد او آنجا نبود و صاحب کافه چای برایش آورد. به خودش گفت من همیشه میتوانم دوباره چوپانی کنم. من نگهداری از گوسفندان را فرا گرفتم و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. ولی شاید هرگز فرصت دیگری را برای رفتن به اهرام مصر پیدا نکنم. پیرمرد یک گردن آویز طلا داشت و همه داستان زندگی مرا میدانست. او یک پادشاه واقعی بود. یک پادشاه خردمند. از آنجا تا دشت‌های اندلس فقط 2 ساعت راه بود، ولی بین او و اهرام یک صحرا جدایی می‌انداخت. فهمید که می‌شود شرایط را یا موقعیت را طور دیگری تفسیر کرد. میشد گفت که او 2 ساعت به گنجینه‌اش نزدیکتر بود، حتی اگر برای این 2 ساعت 1 سال وقت گذاشته بود. میدانم چرا می‌خواهم پیش میش‌ها برگردم، چون آنها را می‌شناسم. آنها کار زیادی نمی‌خواهند و آدم می‌تواند دوستشان داشته باشد. نمی‌دانم که آیا می‌توان صحرا را دوست داشت یا نه، اما گنجینه من در صحرا پنهان شده است. اگر آن را پیدا نکنم، همیشه می‌توانم به خانه بازگردم. زندگی این فرصت را به من داده که پول کافی و وقت کافی برای جستجو داشته باشم. پس چرا به دنبال آن نروم؟ در این لحظه احساس سبکی و شادمانی بی حدی کرد. او همیشه می توانست یک شبان باشد. همیشه می توانست تاجر بلور باشد. شاید دنیا گنجینه‌های پنهان بسیاری داشت، اما او رویایی را مکرر دیده بود و بعد با یک شاه ملاقات کرده بود. این برای همه اتفاق نمی افتاد. وقتی از قهوه‌خانه خارج می شد خوشحال بود. به خاطر آورده بود که یکی از افراد طرف معامله تاجر بلور کریستال‌ها را توسط کاروان‌هایی که از صحرا عبور می‌کردند می‌آورد.
سنگ‌ها را در دستش محکم نگه داشت. وجود آنها باعث شده بود که دوباره در مسیر گنج قرار گیرد. پادشاه پیر گفته بود من همیشه در کنار آنانی هستم که افسانه شخصی خود را متحقق می‌کنند. او فقط میبایست تا انبار برود برای اینکه بفهمد آیا اهرام واقعا این همه دور هستند؟ مرد انگلیسی داخل بنایی نشسته بود که بوی حیوانات، بوی عرق و بوی گرد و خاک میداد. این مکان را اصلاً نمیشد انبار نامید. فقط یک طویله میمانست. در حالی که یک نشریه کیمیاگری را ورق میزد با خود اندیشید همه عمرم را دادم و حالا در چنین مکانی هستم. 10 سال مطالعه مرا به یک طویله کشانده است. اما میبایست به راهش ادامه میداد. میبایست به نشانها اعتماد میکرد. همه عمرش و همه مطالعاتش در جستجوی زبان یگانه جهان متمرکز شده بود. در آغاز به زبان اسپرانتو علاقه‌مند شده بود. بعد به مذاهب مختلف و بالاخره به کیمیاگری. بدون شک موفق به کشف چیزهای مهمی شده بود. اما هنوز یک کیمیاگر نبود. اسپرانتو حرف میزد. مطالعات و تحقیقاتش او را به یک جایی رسانده بود که دیگر نمیتوانست جلوتر برود. کوشیده بود تا با یک کیمیاگر در ارتباط قرار گیرد، ولی تلاش‌های او بی‌نتیجه مانده بود. آنها آدم‌های عجیب و غریبی بودند که به فکر خودشان بودند و تقریباً از هر گونه کمک خودداری می‌کردند. کسی نمی‌دانست شاید آنها راز کیمیاگر را گشوده بودند و اکسیر اعظم را یافته بودند و شاید هم به همین دلیل به سکوت پناه برده بودند. او بخشی از ثروتی را که از پدرش به ارث برده بود در جستجوی اکسیر اعظم صرف کرده بود. به بهترین کتابخانه‌های دنیا راه یافته بود و بهترین، مهمترین و نادرترین کتاب‌های کیمیا را خریده بود. در یکی از آنها خوانده بود که سالها پیش یک کیمیاگر عرب به اروپا آمده، گفته شده بود که بیش از 200 سال داشته و علاوه بر اکسیر اعظم به اکسیر جوانی نیز دست یافته بوده است. این داستان مرد انگلیسی را خیلی تحت تاثیر قرار داده بود. اما همه اینها می توانست در قلمرو افسانه باقی بماند. مثل بسیاری ادعاهای دیگر. یکی از دوستانش در بازگشت از یک مأموریت اکتشافی باستانشناسانه به او گفته بود که در صحرا درباره عربی که اقتدارهای استثنایی دارد سخنانی شنیده است. دوستش به او گفته بود این مرد در واحه‌ای به نام فیوم زندگی می کند. مردم میگویند 200 سال عمر دارد و قادر است هر فلزی را به طلا مبدل کند. مرد انگلیسی به شدت هیجان زده و از خود بیخود شده بود. بلافاصله همه قرارمدارهای قبلی را لغو کرد، مهمترین کتابهایش را جمع کرد و به راه افتاد و حالا آنجا بود، در آن انبار که شباهت زیادی به یک طویله داشت، در حیاط کاروانسرای کاروان عظیمی خود را برای حرکت و عبور از صحرا آماده می کرد. این کاروان می بایست از فیوم عبور کند. مرد انگلیسی به خود گفت من باید به هر قیمتی که شده با این کیمیاگر لعنتی ملاقات کنم. آن وقت بوی حیوانات برایش کمی قابل تحمل تر شد. یک عرب جوان که وسایلی به همراه داشت وارد آنجا شد و به او سلام کرد. بعد پرسید شما به کجا می روید؟ به صحرا. و دوباره مطالعه‌اش را از سر گرفت. حوصله گفتگو نداشت. می‌خواست آنچه را که در عرض 10 سال گذشته خوانده بود مرور کند تا با آمادگی به سراغ کیمیاگر برود. حتماً مورد نوعی امتحان قرار می‌گرفت. مرد عرب جوان هم کتابی درآورد و شروع به مطالعه کرد. کتاب به زبان اسپانیایی نوشته شده بود. انگلیسی خوشحال شد. فکر کرد شانس آورده چون زبان اسپانیایی را بهتر از عربی حرف می‌زد. اگر این جوان هم تا فیوم می‌آمد می‌توانست مواقعی که مشغولیت مهمتری نداشت با او حرف بزند. سانتیاگو که سعی می‌کرد صحنه به خاک سپاری را دوباره بخواند، به خودش گفت خیلی مضحک است. الان 1 سال است که من این کتاب را شروع کردم و هنوز بیش از چند صفحه آن را نخواندم. حتی بدون حضور یک پادشاه هم نمی‌توانست حواسش را متمرکز کند. در مورد تصمیم گیری هنوز تردید داشت، اما حالا یک چیز مهم را فهمیده بود و آن اینکه تصمیمات فقط آغاز یک ماجرا هستند. وقتی کسی تصمیمی می‌گیرد،
خود را در جریانی تند پرتاب می کند که او را به سوی مقصدی خواهد برد. وقتی که اقدام به تصمیم گیری می کرد، خواب آن را هم نمی دید. در تایید اندیشه های خود گفت وقتی تصمیم گرفتم که به دنبال گنج بروم، هرگز تصورش را هم نمی کردم که در یک مغازه بلور فروشی کار کنم. همینطور هم می توانم تصمیم به رفتن با این کاروان را بگیرم. اما مسیری که پیموده خواهد شد و آنچه پیش می آید جزو اسرار است. روبروی او یک اروپایی نشسته بود که مثل او کتاب می خواند. از او خوشش نمی آمد. چون وقتی وارد شده بود نگاه حقارت‌آمیزی به او انداخته و صحبتش را فوراً قطع کرده بود، در حالی که می توانستند با هم دوست شوند. مرد جوان کتابش را بست. نمیخواست کاری کند که بین خود و این اروپایی شباهت ایجاد کند. اوریم و تومیم را از جیبش بیرون کشید و شروع کرد به بازی با آنها. مرد بیگانه با شگفتی فریاد زد: یک اوریم و یک تومیم؟ آنها فروشی نیستند. ارزش زیادی ندارند. اینها سنگ‌های بلورین هستند و میلیون‌ها از این سنگ‌ها در روی زمین هست. اما برای کسی که اهل شناخت است اینها اوریم و تومیم هستند. نمیدانستم که در اینجا هم از اینها پیدا می شود. یک پادشاه اینها را به من هدیه کرده است. بیگانه مبهوت ماند. آن وقت دست در جیبش کرد و در حالی که دستهایش می لرزید 2 سنگ مشابه بیرون آورد. بعد پرسید: شما گفتید یک پادشاه؟ اما شما باور نمی کنید که یک پادشاه با یک چوپان حرف بزند. این بار او بود که می خواست به گفتگو پایان دهد. برعکس، شبانان نخستین کسانی بودند که به پادشاهی ادای احترام کردند که دیگران به رسمیت نشناختند. پس هیچ چیز عجیبی نیست که پادشاهان با شبانان گفتگو کنند. سپس در حالی که می ترسید مرد جوان حرفهایش را نفهمد ادامه داد: در کتاب مقدس نوشته شده. من ساختن اوریم و تومیم را هم از کتاب مقدس یاد گرفتم. تنها وسیله پیشگویی است که خداوند آن را مجاز شمرده است. کاهنان آن را بر روی سینه‌بند عدالت که از طلا ساخته شده بود حمل می‌کردند. مرد جوان ناگهان از بودن در آن مکان احساس سعادت کرد. مرد انگلیسی که به صدای بلند با خودش حرف می‌زد گفت: شاید این یک نشانه است. چه کسی درباره نشانه‌ها با شما حرف زده است؟ مرد جوان لحظه به لحظه مجذوب‌تر می‌شد. مرد انگلیسی نشریه‌ای را که در دست داشت بست و به او توضیح داد: همه چیز در زندگی نشانه است. جهان به زبانی ساخته شده که همه می توانند بشنوند، ولی آن را فراموش کردند. من به دنبال این زبان جهانی هستم. یعنی یکی از چیزهایی که به دنبالش هستم این است. برای همین هم اینجا هستم. میخواهم با مردی که این زبان جهانی را میشناسد ملاقات کنم. او یک کیمیاگر است. گفتگوی آنان توسط مسئول انبار کاروانسرا قطع شد. او گفت: شانس با شماست. کاروانی به مقصد فیوم امروز بعد از ظهر به راه میافتد. پسر جوان حرف عرب چاق را قطع کرد و گفت: ولی مقصد من مصر است. خب فیوم هم در مصر است. تو هم عجب عربی هستی. پسرک گفت که اسپانیایی است. مرد انگلیسی خوشحال شد. هرچند لباس عربی پوشیده بود ولی اقلاً او هم اروپایی بود. وقتی طرف بیرون رفت انگلیسی گفت: او به نشانه میگوید شانس. کاش میتوانستم دایره المعارف حجیمی درباره کلمات شانس و تصادف بنویسم. زبان جهانی با این کلمات نوشته می شود. به حرف زدن ادامه دادند و او به مرد جوان گفت که این یک اتفاق ساده نبوده که او را با اوریم و تومیم در دست دیده است. بعد از او پرسید که آیا به ملاقات کیمیاگر می رود؟ مرد جوان پاسخ داد که به جستجوی یک گنج می رود و بلافاصله هم پشیمان شد. اما به نظر نرسید که مرد انگلیسی به این مطلب اهمیت داده باشد. ولی گفت: به عبارتی من هم در جستجوی گنج هستم. هنگامی که صاحب کاروانسرا آنها را صدا کرد مرد جوان داشت می گفت: ولی من هیچ چیز از کیمیاگری نمی دانم. مردی که ریش بلند و چشمان سیاهی داشت گفت: من رئیس کاروان هستم و حق مرگ و زندگی بر تک تک افرادی که هدایت می کنم دارم. زیرا صحرا زنی هوسباز است که گاه مردان را دیوانه می کند.
حدود 200 نفر و 2 برابر این عده 4 پا وجود داشت. شتر، اسب، قاطر و پرنده. عده‌ای زن و کودک همراه داشتند و گروهی با شمشیر یا تفنگ مسئول جان دیگران بودند. مرد انگلیسی چند چمدان نظامی پر از کتاب داشت. همهمه زیادی در کاروانسرا به گوش می‌خورد. رئیس ناچار شد چندین بار سخنانش را تکرار کند تا همه بشنوند. در اینجا همه جور آدم هست و در قلب این آدم‌ها خدایان مختلفی هست، ولی تنها خدای من الله است و به الله قسم می‌خورم که هر آنچه از دستم بر بیاید انجام دهم تا بار دیگر بر صحرا غلبه کنم. فقط باید هر یک از شما از ته دل به خدایی که به آن ایمان دارد قسم یاد کند که در هر شرایطی از من اطاعت کند. در صحرا سرپیچی از اطاعت یعنی مرگ. زمزمه و پچ خفه‌ای در جمعیت پیچید. هر کس آهسته سوگند یاد می‌کرد و خدای خود را شاهد می‌گرفت. مرد جوان به عیسی مسیح قسم خورد، ولی مرد انگلیسی ساکت بود. زمزمه‌ها طولانی شد، بیش از زمانی که برای یک سوگند ساده لازم است. مردم خواستار استعانت و حمایت از آسمان بودند. شیپوری به صدا درآمد و همه شروع به سوار شدن کردند. مرد جوان و انگلیسی به زحمت سوار شترانی که خریده بودند شدند. پسرک دلش به حال شتر مرد انگلیسی که مجبور بود صندوق‌های کتاب را حمل کند می‌سوخت. اتفاق و تصادف وجود ندارد. مرد انگلیسی در ادامه گفتگویی که در انبار شروع کرده بود افزود: یک دوست باعث شد که من به اینجا بیایم، چون او مرد عربی را می شناخت که... اما کاروان به راه افتاد و صدای او در هیاهوی آن گم شد. پسر جوان خوب می دانست قضیه از چه قرار است. این زنجیر اسرارآمیزی که واقعی را به واقعه بعدی پیوند می‌داد که او را از شبانی به دیدن مکرر یک رویا و بعد به رفتن به شهری نزدیک آفریقا، به ملاقات با یک پادشاه در میدان آن شهر، به دزدی پولهایش و آشنایی نهایی او با یک تاجر کریستال و غیره. با خود اندیشید: هرچه انسان به رویای خود نزدیکتر می شود، به همان اندازه افسانه شخصی دلیل حقیقی تری برای زندگی او می شود. کاروان به سمت شرق به راه افتاد. صبحها راه می رفتند، وقتی خورشید خیلی داغ می شد توقف می کردند و دوباره به هنگام پایین آمدن آن پیش می رفتند. مرد جوان زیاد با انگلیسی حرف نمی زد، چون او اکثرا سرش توی کتاب بود. پس مرد جوان به تماشای حرکت حیوانات و انسانها در صحرا پرداخت. همه چیز نسبت به روز حرکت عوض شده بود. در آن روز ازدحام بود و فریاد، گریه کودکان و شیهه اسبان و در بین این آشفتگی‌ها فرمانهای شتاب زده راهنماها و تاجران. اما در صحرا جز بادی ابدی، سکوت و صدای صم ستوران چیزی به گوش نمی رسید. حتی راهنماها نیز با هم حرف نمی زدند. شبی یکی از ساربانها به مرد جوان گفت: من بارها این گستره‌های شنی را پیمودم، اما صحرا آنقدر وسیع است و افق‌ها آنچنان دور هستند که انسان خودش را خیلی کوچک احساس می کند و برای همین هم هست که همه سکوت می کنند. مرد جوان با آنکه تا آن موقع از صحرا گذر نکرده بود منظور او را فهمید. او در گذشته هر بار که به دریا یا به آتش نگاه کرده بود ساعتها بدون ادای یک کلمه گذشته بود و او خود را در قلب عظمت و اقتدار این عناصر غرق کرده بود. به خود می گفت: من از گوسفندهایم چیزها آموختم و از بلورها نیز مطمئنم که از صحرا هم خواهم آموخت. به نظرم می رسد که صحرا پیرتر و خردمندتر است. باد قطع نمی شد. روزی را که در تاریفا روی استحکامات قلعه نشسته بود به خاطر آورد که همین باد می وزید. شاید حالا او پشم میشها را که در دشت‌های اندلس به دنبال آب و علف می‌دویدند نوازش می‌کرد. فکر کرد که آنها دیگر میشهای او نبودند و از این فکر دچار غم غربت حقیقی نشد. آنها حتما به یک چوپان دیگر عادت کرده و او را فراموش کرده بودند. اینطور بهتر بود. کسی که به سفر عادت دارد مثل گوسفندان می‌داند که همیشه لحظه‌ای فرا می‌رسد که باید رفت. بعد به یاد دختر بازرگان افتاد و احساس اطمینان کرد که تا آن موقع ازدواج کرده است. شاید با یک فروشنده ذرت بوداده و شاید هم با چوپانی که خواندن بلد بود و می توانست قصه های عجیب و فوق‌العاده برایش تعریف کند. در هر حال او تنها چوپانی نبود که خواندن می دانست.
این حدس و گمان موجب آشفتگی او شد. آیا او هم داشت به نوبه خود زبان جهانی بی‌نظیر را فرا می گرفت؟ زبانی که آینده و گذشته انسان را می شناخت. مادرش می گفت احساس قبل از وقوع. داشت کم کم می فهمید که احساس قبل از وقوع شیرجه سریع روح در جریان جهانی حیات است که تاریخچه زندگی همه انسانها در آغوش آن به هم می پیوندد و یگانه می گردد. به طریقی که می توانیم همه چیز را بدانیم. چون همه چیز در آن نوشته است. به یاد این سخن تاجر کریستال افتاد. مکتوب. در صحرا یا شن بود و یا سنگ. اگر کاروان به صخره می رسید آن را دور می زد و اگر صخره بزرگی بود ناچار از مسیرش دور می افتاد. وقتی که شنها برای سم شتران زیاده از حد نرم می شد به جستجوی راه‌های مقاومتری برمی آمدند. گاه زمین پوشیده از نمک بود. یعنی اگر در گذشته‌ها دریاچه‌ای بوده است. حیوانات به زحمت می افتادند و ساربانها پیاده می شدند تا به آنها کمک کنند. بعد بارها را خود به دوش می گرفتند و از گذرگاه‌های دشوار می گذشتند. آنگاه دوباره شترها را بار می کردند. وقتی یکی از راهنماها مریض می شد یا می مرد، ساربانها به قید قرعه یکی را برای جانشینی او انتخاب می کردند. برای همه اینها فقط یک دلیل وجود داشت. پیچ و خمها برای کاروان مهم نبود چون هدف همواره ثابت بود. هنگامی که از همه موانع عبور می کردند دوباره ستاره ای را در مقابل خود می یافتند که راه واحه را نشان می داد. و هنگامی که کاروانیان این ستاره را درخشان در آسمان سحرگاه می دیدند در می یافتند به آنها جایی را نشان می دهد که در آن آب پیدا می شود و درخت و خرما و زن. تنها مرد انگلیسی بود که هیچ چیز نمیدید چون بیشتر اوقات غرق در مطالعه کتابهایش بود. مرد جوان نیز یک کتاب همراه داشت که در روزهای اول سفر سعی کرده بود بخواند ولی بعد تماشای کاروان و صحرا و شنیدن صدای باد را جالبتر یافته بود. به محض اینکه شناخت بیشتری از شتر خود پیدا کرد و به او علاقه‌مند شد کتاب را به کناری نهاد. یک بار اضافی بود. معذالک تصور کرده بود که هر بار که این کتاب را می‌گشاید با شخص مهمی ملاقات خواهد کرد. به تدریج با ساربانی که در کنار او راه می‌رفت دوست شد. شب‌ها که اتراق می‌کردند و دور آتش می‌نشستند از ماجراهای دوران شبانی برای او تعریف می‌کرد. طی یکی از این گفتگوها ساربان از زندگی خودش برای او گفت. من در مکانی نزدیک القیروم زندگی می کردم. سبزیکاری و زراعت می کردم. خانواده ام را داشتم و روال زندگی من نمی بایست تا زمان مرگم تغییر کند. سالی که محصول خوبی داشتیم بهتر از همیشه همگی به مکه رفتیم و من تنها تکلیف مذهبی را که هنوز انجام نداده بودم به انجام رساندم. می توانستم در کمال آرامش به انتظار مرگ بنشینم و این خیلی لذت بخش بود. ولی یک روز زمین شروع به لرزیدن کرد و رودخانه نیل طغیان کرده از بستر خود خارج شد و آنچه در تصورات من فقط برای دیگران اتفاق می افتاد به سرم آمد. همسایه ها می ترسیدند که سیل درختان زیتونشان را از بیخ برکند و زنم می ترسید که سیل بچه هایمان را با خود ببرد. و من از تصور از دست دادن و تخریب حاصل عمر خود می ترسیدم. چاره ای نبود. زمین دیگر نمی توانست چیزی به ما بدهد و من ناچار نحوه زندگیم را عوض کردم و حالا ساربان هستم. آن وقت کلام خدا را فهمیدم. هیچ کس نباید از ناشناخته بترسد چون هر انسانی می تواند آنچه را که می خواهد به دست آورد و آنچه را که لازم دارد فراهم کند. تنها ترس ما این است که آنچه را داریم از دست بدهیم. خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. اما این ترس زمانی از بین می رود که بفهمیم که داستان زندگی ما و داستان جهان هر دو را یک دست واحد رقم زده است.